چی سبب شده که صنعت انتخاب آخرون کسب شما شد؟ وقتی که مثال در قشلاق با ویام رسیدیم از پشت زندگیمون دهاتی بودیم به هر حال سرودخوانی میکردیم خیلی تقلیدی بعضا هنرمندا را میکردیم. ایدئال شما در همون دوره کودکی کی بود که صدایش دل شما رو را برد و خواستید محض سراینده شوید؟ صدای همین مرحوم مدینه هاشم تاثیر بخش بود؟ تاثیر بخش بود. بله میخواستم یک صنعت مشکل تر رو انتخاب کنم. من از سن 13 سالگی علاقه من حافظی میکردم در روزای سال نو چی عید نوروز بعد کنسرت برنامه‌های موسیقی در مکتب بسیار بیشتر. من در کروژو که هوسکاران از تبلک نوازی سر کردم. رفتم تشکیل رفتم اون دیوم کورس را گرفتم. ما هم خیلی آوازه شده یک بچه توجیک آمده است تینر خروش تینر گفته من گرفتم جوش با دیوم کورس گرفتم. بیا درباره مکتب ایتالیایی که آرزو داشتید و شما راه گرفتید به ایتالیا. درباره سفر کردنتون و کار فعالیتتون در ایتالیا چگونه؟ یک تا هم کورسم با نام گوسیف آناتولی بود. خیلی گفتم که من اونجا خیلی دعوتنامه گیرم. خیلی بعد وای راه شفامون من به دعوتنامه دادن. من رفتم اونجا امتحان سپردم. بعد ما چیزایی که میخوندیم بسیارتر هم زبان ایتالیایی قطعی میخوندیم. و من که یک 8 نفر داخل شدیم.